کناره‌گیری قدرتمندترین فرمانده ازبک طالبان گمانه‌زنی‌ها درباره تک قومی بودن این گروه را تقویت کرده است. اعضای غیر پشتون طالبان میگویند صلاح الدین ایوبی که در جنگ علیه نیروهای حکومت پیشین و سقوط ولایت‌های شمالی افغانستان به دست طالبان نقش تعیین کننده داشت، خانه‌نشین شده. آنها چگونه می‌توانند در بدن طالبان احساس امنیت کنند؟ منابع نزدیک به صلاح الدین میگویند او که از نخستین فرماندهان بود که هنگام سقوط کابل وارد ارگ شد، انتظار داشت سهم بهتره از قدرت در حکومت طالبان داشته باشد، اما با گذشت هر روز به حاشیه رانده شد. کنار رفتن این مقام طالبان همزمان با سفر رهبر این گروه به شمال به چه معنا است؟ آیا زمان استفاده از مهره‌های اقوام دیگر توسط طالبان به پایان رسیده؟ پیامد این رفتنها برای طالبان چه خواهد بود؟ این بحث روز است. سلام بر شما. به بحث روز با من طارق عظیم افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز: مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن; بشیر احمد تینج، عضو جنبش ملی اسلامی افغانستان از استانبول; سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف از فرانسه است. مهمانان عزیز را به بحث خوش آمدید میگم. بحث را آقای شیرزاد با شما آغاز میکنم. آقای رحیمی هم احتمالاً تا لحظات بعد به برنامه خواهند پیوست. آقای شیرزاد، قدرتمندترین فرمانده ازبک طالبان، صدای مرا دارین آقای شیرزاد؟ درست. آقای تینج، شما صدای مرا دارین؟ بله سر میشنم. درست. آقای تینج، قدرتمندترین فرمانده ازبک طالبان از مقام خود برمان فرمانده پلیس زابل کنار رفت، به این هم اکتفا نکرد، از بدنی حکومت طالبان کنار رفت. دلیلش هم گفت که مشکل خانوادگی دارم در متن استعفایی که داشت. حالا میخوام از شما بپرسم، جدا از لحنی که در اون متن استعفانامه آمده بود، شما فکر میکنین دلیل کنار رفتن آقای ایوبی تنها موضوع مشکلات خانوادگیش بوده یا موضوعات دیگه هم در میان است؟ سلام علیکم خدمت شما و بینندگان و همکارا میهمانان عزیز. در قدم اول ببینین یک آدم عاقل، با شعور، با منطق، زمانی که یک جریان سیاسی را برای خود انتخاب میکنه، با تمام مزایا، با تمام مشکلات، با تمام فرازنشیب‌های از این بلدیت پیدا میکنه، این بر اساسنامه و برنامه زیرا قبول میکنه، وارد و کارزار و پیکار و چه مبارزات مسلحانه باشه چه مبارزات سیاسی بوده باشه وارد میشه، با عقل و منطق و شعور و بینایی و دیدگاه و سیاسیش که همخوانی داره وارد و جریان میشه. زمانی که شما در او جریان ارزش ها زیر پا میشه، به ارزش ها پایبندی نیست، عدالت نیست، مساوات نیست و چیزایی را که شما نسبت به او قربانی دادین، نسبت به او زحمت کشیدین، نسبت به او شبها و روزها عمر خود را دادین، برای از او کسی احترام و اعتقاد و در واقع ارزشی قائل نمیشه و یا آنقدر شما با حاشیه رانده میشین که پیش هم پیمانانتان، همکارایتان، پیش مردمی که باشه شما توقع داره چیزی پرسونال یا در واقع طرفدارایتان که از شما توقع داره در او رسیدگی کرده نمیتونین، برای توطئه و دستایش رئیس میکنین که برای شما هست. زمان برای شما طوری تنگ میشه که باز مجبور میشین که از اون جریانی را که سالهای سال عمر خود را دادین، زحمت کشیدین، فداکاری کردین، مجبور میشین از او کنار گیری بکنین. در غیر این صورت هیچ دلیلی شده نمیتونه یک کسی جریان سیاسی خود را، جریان نظامی خود را ترک بکنه. قاری صاحب صلاح الدین یکی از افرادی است که به امرش، به قماندیش مثلا شاید بگویم ده ها جوان ازبک ترکمن خود را قربانی کرده، جان خود را داده. قاری صلاح الدین هم این از معرکه های بسیار خطرناک سپری کرد، عمرش باقی بود، یعنی بمبارد یادم شد، کمینا خورد، در جنگا مستقیما شرکت داشت. معنای گپ است که جان خود را اینا با کف دستشان گرفته بودن. حالی این مشکل خانوادگی یا نبود سرپرست خانوادگی، اینا یک موضوعات است که عنوان میشه، ولی از بطن موضوع یا واقعیت موضوع چیزی است که شرایط برای قاری صاحب بسیار تنگ شد. شما خبر هستین قاری صاحب از جمله بنیانگذارای در واقع تحریک طالبان در شمال افغانستان است. ما اجازه بدین بعد عقب بریم. در زمانی که در سال 1995 طالبان شمال را گرفتن، یکسره
از یک تیپ بودن، از یک به یک زبان صحبت میکردن و از یک جغرافیای محل جغرافیایی مشخص از جنوب افغانستان، از پاکستان آمده بودن که یکی از دلایل سقوط طالبان ما می بود که بومی نبودن یا در منطقه بلدیت نداشتن. یک سری با ارزش ها و عنعنات مردم، با کلتور فرهنگ مردم اینا سازگاری نداشتن، اینا سقوط کردن. طالبایی در با تغییر تکتیک روش تلاش کرد که افرادی همفکر و همتراز خود را که دیدگاه دینی و اسلامی مثل طالبان داره، مثل قاری صاحب اینا را انتخاب کرد و خیلی موفق هم بودن. قاری صاحب مثلا ادعا میکنه که 30,000 عسکر در بدنه طالب داره و 30,000 هم 50 هم قبول کنیم، حداقل 15,000 نیرو را جمع کرد. هیچ به حساب از پاکستان و قندار و درست از شیخ‌هایشان می آمد، مثلا موضوعات استخباراتی بود، موضوعات تکنیکی برای از اینا درس داده میشد، ولی اکثریت بدنه جنگی طالبان در شمال افغانستان نیروهای وفادار به قاری صلاح الدین بود که اینا را تشکیل داده بود، اینا را درست کرده بود از گروه‌های خرد تا بادغیس تا فاریاب تا بدخشان را. اینا یک مسیر بسیار کلان طولانی. بر علاوه از یک بخش کلانی از مصارف تحریک طالبان امارت را از شمال افغانستان، از بنادرش گرفته، از گمرکاتش گرفته، از دیگه منابع عایداتی قاری صلاح الدین، از طریق قاری صلاح الدین جمع‌آوری میشد، در جبهات دیگه جنگ طالبان روان میشد. بنابراین قاری صلاح الدین هم در بود، شمال هم در بود. خود از اینکه کابل سقوط میکنه آهسته آهسته اونقدر قاری صلاح الدین را تکتیکایش یا اینه مانورایش یا کارکردایش در امارت اسلامی جای برای خود پیدا کرد که رئیس زون کابل شد که پروان و پنشیر و کاپیسا به شمول کابل جنگایی را که در معاصراتی که در کابل معاصری که شد یا بالاخره دولت مجبور به سقوط شد، یکی از این آقای تنج، معرفی که شما از آقای ایوبی کردین، ولی چیزی که در متن استعفانامه آمده شما حتما خواندین، متن بسیار تضرع‌آمیز، بسیار نرم، الفاظ بی اندازه نرم. پس چی شد که قدر آقای ایوبی به حاشیه رانده شد؟ اصلا سوال کلانتر دیگه ای است که چرا طالبان نمیخوان یک فرماندهی با این اقتدار که شما معرفی میکنین نباشه در صفوف طالبان؟ دردسر از بر طالبان؟ درست است. اول خب من یک مقدار هر کسی هم باشه، امیر ظالم، امیر ناعادل، امیر دروغگو، امیری که به من وعده کرده بودی، متوجه باشی قاری صاحب قبلا هم از این نظام میخواست کناره‌گیری بکنه. باز امیر گویا گفته بود که نه تو یک 6-7 ماه، 1 ماه، 9 ماه، 10 ماه را تو قماندانی امنیه زابل را قبول که او را هم نکرد، وعده خلافی کرد، دروغ گفت، خدمات استعفانامه موضوعات را آورده نمیشه. دوم دیگه قاری صلاح الدین در دیگه هم سنگرایش حال دیگه تنها قاری صلاح الدین چی نیست، در واقع ناراض نیست، ناراضی‌ها ها در سطوح مختلف در بین اقوام خود پیش آمد. قاری صلاح الدین به یک نوعی در متن استعفانامه‌اش مظلومیت خود را گفته که ما بسیار مظلوم شدیم یا بسیار ما مجبور شدیم، اگر ما به امارت را دوست داشتیم و کاش که خدمت زیادتر کرده. موضوع سوم، ببینید متاسفانه در افغانستان اینمی مکانیزم قدرت یا در واقع اینمی قدرت و سلطه طلبی، قدرت سلطه‌گرایی طوری است اگر کسی قدرت داشت، ثروت داشت، او همه چیز را فراموش میکنند. مثال زندیش غنی است، ما رای دادیم تا ریاست جمهوری رساندیم، اولین لغتی که به سینه ما زد. درست. دیگه زیاد نمیریم. آل عیبت الله هم که در اوجه رفته، ببینید یک چیز بسیار مرا درد میتینه، میگن عدالت عمری. در زمان کرزی هم یک رئیس گمرک از قندار هلمند می آمدند، که در زمان غنی هم یک چی والی از اینمی که جای کلیدی از اینمی ولایت که رهبر از کجا بوده باشه از اون موجه می آمد. امروز که عدالت عمری باشه در زمان عیبت الله، چرا ازبک نتونست والی بلخ شود؟ امی شایستگیش نداشت. بانین وزیر دفاع هیچ هرگز نمیشه، از ما خارجه ایش نمیشه، مالیه و داخله نمیشه. حداقل قاری صلاح الدین شایستگی از این نداشت که مثلا والی بلخ. اینا قدرت ثروت را به دستشان میخوان، هر کسی که میخواد قدرت از اینا رو چالش کنه کنار میگذارن. رو باشین کمی طولانی شد. خواهش میکنم. آقای رحیمی هم به برنامه پیوستند، خوش آمدید برشان میگم. آقای شیرزاد، امیدوارم که صدای ما بهتر شده باشه و صدای ما هم بشنوین. میشنوین صدای مرا درست؟
درست. آقای شیرزاد، آنچه را که آقای تاینج در مورد صلاح الدین ایوبی گفتند و گزارش‌های متعددی که نشر شد، آدم قدرتمند بوده، در سقوط افغانستان، که سقوط افغانستان در حقیقت از شمال آغاز شد، نقش تعیین کننده داشته، اولین کسی بوده که وارد ارگ ریاست جمهوری میشه، افراد وفادار زیاد داشته، ولی آدم کنار گذاشته میشه. خودش میگه که من مشکلات خانوادگی داشتم. چه دلایل باعث میشه که چون این فرمانده قدرتمند به قول آقای تاینج مجبور شود که استعفا بکنه و در کنار استعفا کلا از امو حاکمیت طالبان کنار بره؟ درود جناب عظیم، خدمت شما، خدمت میمانان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان اینترنشنال. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. وقتی که همکارای شما تماس گرفتن، کاری که من انجام دادم جناب است که به که معمولاً غلام بچه ها پیش از قدر و قیمت داشتن، پیش از حاکمیت طالبان تماس گرفتم. از بدخشان شروع کردم و تا بغلان و تخار و فاریاب و جوزجان و سرپل همه تا بفهمم که قصه چیه. قصه همی است که نکته اول البته ما میخوایم که اشاره بکنم که تنها کاری که مورد استقبال ما است و از طالبان بسیار خوشم میآید همی است که این غلام بچه هایی که دستمال کاغذی های استفاده شده هستند خوب به وقتش هر کدامش نکته اول. نکته دوم، پیش از اینکه من خدمت شما بگویم که قاری ایوبی چطور کار خودش شروع کرد، چطور طالب را به سر خانه خود برد، میخوایم بگویم که برای من به عنوان یک فرق بین ملا برجان و صلاح الدین ایوبی و قاری فسه و خراسانی و مولوی امیدی و هیچ کدامش وجود نداره. همه از این جاهلانه طالبی. این نکته سوم، وقتی که من در مورد خاص شما سوال پرسیدین، من رفتم از اون قریه که تولد شده به نام میرشادی که بین میربچکوت المار از در ولایت فاریاب پرسان کردم. قاری ایوبی جزء اون کسایی است که در دروازه شمال که فاریاب پیش مشهور است در 2008 جز از اولین کسایی است که طالبای ازبک تبار سازماندهی که به ضد جمهوریت جنگی طرف اول مدرسه محلی را شروع کرد و بعدش رفت به پاکستان و این قصه های ادامه پیدا کرد. اما حالا میایم سر اصل موضوع. جناب عظیم، این غلام بچه هایی که مورد استفاده قرار گرفت و اینها را آوردن و القاب نمادین مچن فاتح شمال و قصه های بیش شما بس سراحیم جناب عظیم بر اساس مرجعی که انجام دادم که نمونه‌های زیادش دارم گفت استاد مقایی پشه اهمیت نداره. خب در زابلی را فرستاده چیکاره؟ در زابل غیر کس نه گپش گوش میکنن نه دغمش است. و به عنوان گپ آخر که حتما شما سوالای مرتبط هم دارن، اینها مثل اونمو یک مجموعه افراد جمهوریت که فاسد بودن و غرق در فساد بودن و باعث ازی شد که امروز اینجا و اونجا پراگنده شوند. اینمی قاری صلاح الدین ایوبی همین روز یک برای من یک کس که آرگاه و بارگاهی که صلاح الدین ایوبی در مصر داشت از او که بالاتر با مصرف بیشتر. معنایش چی است؟ معنایش که خب اینمی قصه است، اینمی تکرار تاریخ است و اینها دیگه کدام قصه ندارن و مو خاطر هم از خب چی بگویم؟ مردم را با کشتن بده، مردم بسیج بگو که امارت اسلامی میه. خب حالا مجبور هستی که نوشته میکنم مشکل خانوادگی دارم، اما اصل قصه همی است که همه از اینا را یک به یک با لگد دور انداختن و این کار طالب شدیداً قابل استقبال است. بسیار تشکر آقای شیرزاد. امیدوارم در ادامه کیفیت اینترنت بهتر شود تا بهتر حرفایتان را داشته باشم. امیدوار هستم که آقای رحیمی تماسشان وصل باشه و صدای مرا بشنون. آقای رحیمی خوش آمدین به برنامه. گزارش‌های متعددی از تک قومی بودن حاکمیت طالبان منتشر شد. ما هم گزارش‌ها را نشر کردیم. اتهام بستن که خب شما به گفته طالبان در پی و در ایجاد تفرقه اندازی هستین، ولی ظاهراً این موضوع تنها به ازبک‌ها خلاصه نمیشه. مخدوم عالم را داشتیم، مولای مهدی را داشتیم، کسان دیگه بودن که اینا هم بر شکل یا به حاشیه رانده شدن یا حذف شدن. دلیل در چی است؟ چرا این گونه اتفاق میفته آقای رحیمی؟ سلام به شما و مهمانان حاضر در بحث و بینندگان برنامه. مسئله قدرت و تقسیم قدرت در افغانستان موضوعی صرفاً به نوع رژیم‌ها یا نظام‌های سیاسی بر نمیگرده. منظورم است که چه طالبان باشه، چه نظام جمهوریت باشه، چه خلقی و پرچمی باشه یا مجاهدین باشه، یک مسئله بسیار ریشه‌ای و دوامدار در افغانستان بوده. یعنی منازعه افغانستان را برخی منازعه قومی می‌بینند و ریشه بسیاری از مشکلات رو در افغانستان عدم حل در واقع مسئله ملی در افغانستان می‌بینند. از این منظر
طالبان هم وقتی که به قدرت رسیدن 3 سال گذشته هنوز موفق نشدن که حکومت دائمی تشکیل بدن. کماکان حکومتشان موقت است و این بخش مهمی از این موقت بودن حکومت برمیگرده به رقابت‌های درون قومی و بین قومی در افغانستان که بین گروه‌های مختلف طالبان وجود داره و به خصوص طالبان غیر پشتون در شمال افغانستان و نگاه کنها یا امیدهایی که به آینده قدرت در افغانستان زیر چتر پرچم طالبان داشتن. حالی فکر میکنم که کم کم همه اونها میفهمند که کماکان مدار قدرت در افغانستان بر اون مدار قومیت میچرخه و او ریشه در واقع منازعه کماکان خودش رو نشان میده و برخی از طالبان غیر پشتونی که در شمال افغانستان سهم داشتن در این منازعه و در پیروزی طالبان حالی احساس میکنن که به حاشیه رانده شدن. مثل گذشته که در دوران جمهوریت مشکل وجود داشت، در دوران مجاهدین وجود داشت، در دوران حکومت‌های مارکسیستی وجود داشت، حتی در دوران ظاهرشاه و قبل از او وجود داشت، ولی خب موقع هنوز زمینه بروز و اظهار از وجود داشت. مسئله مهمتری هستش که نگاه طالبان و نگاه سیاستمداران حاکم در افغانستان خصوصا پشتونها در قدرت به مسئله شمال افغانستان و اقوام غیر پشتون یک مسئله بسیار ریشه‌دار هستش. یعنی که نه تنها به داخل افغانستان برمیگرده به مسائل خارج از افغانستان هم برمیگرده. منظورم این هستش که عمدتاً فکری هستش که شمال افغانستان و خصوصا نگاهی که طالبان غیر پشتون دارن به مسئله ایدئولوژی و حکومتداری با میزانی با طالبان جنوبی فرق میکنه. من نمیخوام بگم که اینا مثلا به لحاظ ایدئولوژی طالب نیستن یا شریعت نمیخواین، اما اگر شما دقت کرده باشین عمدتاً خاستگاه بنیادگراهایی که فرا کشوری میاندیشیدن مثل سازمان‌های مثل القاعده، مثل داعش، اینا بیشتر در شمال افغانستان ریشه دارن و همیال هم در واقع نگرانی جدی وجود داره در مورد تاجیک‌ها، ازبک‌ها و حتی گروه‌های دیگه قومی که ایمق‌ها و غیره در وجود دارن. از این منظر طالبان همیشه نگرانی رو دارن که قدرتگیری طالبان غیر پشتون خصوصا در شمال افغانستان و فرماندهان محلی که مثل علی ایوبی یا علی مختوم یا سایر دیگرها یا قبلا مولوی مهدی، اینها میتونن که یک خطر جدی برای حاکمیت پشتونها و خصوصا طالبان من حیث یک گروه قومی در واقع ایجاد بکنن. به این خاطر محدود کردن از اونها، تضعیف کردن از اونها، تحقیر کردن از اونها یک مسئله شخصی نیست، یعنی یک مسئله یکی بگیم طالبان با هم دیگه درگیر شدن نیست، یک مسئله استراتژیک است به لحاظ قدرت سیاسی که در تاریخ افغانستان ریشه داشته، خصوصا در 40-50 سال گذشته و عامل همیشگی و دوام منازعه در افغانستان بوده. طالبان اکنون هم نتونستن بر از یک فرمول پیدا بکنن، نه اینکه نخواسته باشن، به خاطر اینکه در مسئله طالبان غیر پشتون در شمال افغانستان مسئله کشورهای همسایه دخیل هستند، رقابت‌های درون قومی بین طالبان دخیل هستند و یه پیچیده کرده. مسئله گفتیم او بحث خلافت و امارت وجود داره. از این منظر کماکان من فکر می‌کنم که اینها دوام میدن مناظره تا زمانی که اطمینان پیدا کنن که فرماندهان قدرتمند غیر پشتون در شمال افغانستان تضعیف میشن یا به حاشیه رانده میشن، یا مثل چیزی که در دوران جمهوریت بود. شما دیدین در دوران جمهوریت فرماندهانی مثل داوود، مثل در واقع شاهجهان نوری، مثل سید خیلی، مثل عبدالمطلب بیگ، مثل پیرانخور و غیره و ذالک همه در واقع به حاشیه رانده شدن یا از بین بردن تا زمینه یک دست شدن قدرت فراهم شد. حالا طالبان نه زودی بلکه تلاش دارن کم کم این فرمول رو اجرا بکنن، اما فرمول ناکامی است به خاطر اینکه در افغانستان نشان داده شده است که این نمیتونه باعث ثبات در افغانستان شود. ما باید به سمت از بریم یک فرمول عادلانه برای تقسیم قدرت یا برای شکل دهی به یک ساختار عادلانه در افغانستان به وجود بیاریم که همه گروه‌های قومی فارغ از اینکه اینا طالب هستن یا جمهوری‌خواه هستن یا دموکرات هستن یا مارکسیست هستن به وجود بیاد. این نمیشه نادیده بگیره. به خاطر من مناظره بسیار کلانتر در سطح در واقع هم منطقه و هم در سطح در واقع مسائل کلانی که بین گروه‌های قومی در افغانستان است می‌بینیم نه صرفاً رقابت‌های درونی بین گروه‌های طالب. درست. حتما در مورد راه حل این اتفاق از شما میپرسم آقای رحیمی. اما آقای تینج، حداقل در 20 سال گذشته سطح انتظار ازبک‌ها در حد معاون اول رئیس جمهور بوده، در حد بلندترین مقام نظامی مارشالی بوده. چی شد که ازبک‌ها سطح انتظارشان به حد تقلیل پیدا میکنه که به عنوان معاون وزارت یا انکشاف داد که همی آقای ایوبی بود و بعدم به عنوان فرمانده پلیس طالبان در زابل؟ دلیل در چی بود؟ ببینید بحثی است که مثلا جمهوریت یک شبه سقوط کرده باشه یا مثلا امروز میگن که اشرف غنی اگر فرار نمیکرد افغانستان سقوط نه. افغانستان آهسته آهسته به سوق سقوط بردن. واقعیت‌های افغانستان، قوت‌های افغانستان، پتانسیل و انرژی افغانستان به چشم دیده نمیشد و میدیدن و این را میخواستن سرکوب بکنن، این را از بین ببرن، این را
متلاشی بکنن که موضوعی را که رحیمی صاحب و یک مقدار با او پرداختن. ببین یک نیروی بسیار منظم، بسیار منضبط و بسیار از نقطه نظر شعوری مقابل طالبان در شمال افغانستان تحت قماندهی جناب مارشال صاحب وجود داشت. عملا جنگ میکردن. قماندانای ما حتی اینقدر امکانات نظامی که به دیگه مناطق فرستاده میشد ولی با امکانات کم جانانه خب سعی می جنگیدن و خود معاون صاحب نایس معاون اول امرای خانواده‌اش طفل جوانا پسرایش رفت نمیخواستن که افغانستان الا که افغانستان باید سقوط میکرد. در اینجا به حساب اونا هویت هایی که زنده شده زبان خود را پیدا کردن، تاریخ خود را پیدا کردن. افغانستان از اول یک تاریخ جعلی است. افغانستان جغرافیای تیموری بود، بابری بوده، به هیچ کسی پوشیده نیست. حالا مثلا چرا تایر یلداش جمعه نمنگانی از ازبکستان آمده بودن بر جهاد، برای او تغییر رژیم و ایگاپا او را بس نمیکنه، ولی اینا یک رابطی بسیار تنگاتنگ را مثلا با ایدئولوژی چی داشتن، با قاری صلاح الدین داشتن، مختوم عالم داشتن، اینا میششتن، دوستی داشتن. حافظ نورالله گفتیم اینا میفهمیدن که اینا دوامدارا یا سلاله امپراتورا هستن، اینا شهکاری هایی که بابا و اجداد از اینا در تاریخ کرده افتخار دنیاست. امروز از این منظر کسایی که ایره نداشتن آیسته آیسته کوشش میکردن که به افغانستان برای خود یک تاریخ بسازن. مثلا اشرف غنی باباشه، بابای ملتش، بابا ساخته شد. برای بابا ساختن از این باید مارشال صاحب سرکوب میشد، قماندانای ما باید شهید میشد، ما تکه و پارچه میشدیم که بالاخره حال روز نظام به این رسید که اشرف غنی دمی یک 70 سال دیگه خدا عمر بده این رسوایی را این بدنامی را این تاپیسیار از سر خود چپ. بنابراین طالبمون هم گپ است، قیافه تغییر کرده، ریش داره امروز. مثلا ببینین این میاد استانگزای معاون چی قبلا یک دگرمن بوده، یک دینمی چوکات. آقای تنج فکر میکنین افراد مثل صلاح الدین ایوبی نمیدانست که این همه سال جنگ کردن با طالبا و جنگ در مقابل جمهوریت پاداشش همی است که بالاخره مجبور شوه خانه نشین شوه؟ نمیدانست این موضوع را؟ والا میدانست، تو پیش بینی نمیکرد. ولی یک چیز میگم، قاری صلاح الدین را روابطش یک مقدار که بین بگویم تنها در داخل افغانستان نیست، در موضوعات افغانستان کشورهای گرد پیش هم دخیل هستند. من به نظر ما چراغ سبزایی که کشورها داده بودن آلی بدبختانه نظر به تعامل یا اشتراکایی که نام میمانه با طالب پشت قاری صاحب خالی کرد. منظورتان از کشورها ترکیه است آقای تنج؟ نه، کشورهای ترکی زبان نیست منظورم، دیگه کشورهایی که طالب را درست کرده بود. اینا فکر کنم آل کمتر زمانی که اهمیت یا در واقع جایگاه و تاثیرگذاری که قاری صلاح الدین داشت بسیار نزدیک بودن. آل بعد نوعی خود را در کوچه میگن حسن چپ اونم قاری صاحب از نایام ناراحت است و برای امارت نمیگم امارت سقوط میکنه با رفتن قاری صلاح الدین. بسیار کوتاه اگر بگوین آقای تنج، بسیار کوتاه این که کنار گذاشته میشه آقای ایوبی، فکر میکنین این نشان دهنده سیاست بسیار خوب طالبا است یا این برمیگرده به مو خامی یا کم تجربگی خود آقای ایوبی؟ خامی کم تجربگی آقای ایوبی نیست، سیاست متاسفانه مریض تعصب‌آمیز افغانستانی کار را کرده. به نظرم برای امارات بسیار سنگین خواهد بود. گفتن مولوی مهدی، کنار گذاشتن قاری صلاح الدین، بی صلاحیت و چند تای دیگه برای طالبا بسیار سنگین خواهد بود. بسیار تشکر. آقای شیرزاد، اگر یک تصویر کلانتر ببینیم، تنها بس در مورد ازبک ها خلاصه نمیشه، تاجیک ها هم این وضعیت را دارن، از بی‌صلاحیتی، از تبعیض، از اینکه در تصامیم کلان طالب ها سهم ندارن، اونا هم شاکی هستند. مثلا رئیس ستاد ارتش طالبا از گفته میشه که به حد عرصه برش تنگ شده که هیچ کار کردن نمیتونه و هم مسئولیت ها برمیگرده بودم به آقای مجاهد. اتفاقاً صدای من رو میشنوید؟ بله آقای شیرزاد. اتفاقا بسیار کار نیک میکنه طالب. من یک بار دیگه تاکید میکنم، البته با همه احترام به جناب تاینج دارم، برکناری غلام بچه و غلام بچه تأثیری سر سیستم طالب نمیاد. امیال لازم فاریابی که خودت هستی، من آگاهی دارم، والی نوشته که مولای بیت الله تعیین کرده با 500 نیروی تا دندان مسلح وجه جابجا شده و هیچ کسی هیچ کار نمیتونه انجام بده. این نکته اول. ای که اونها در دوره جمهوریت، دوره امارت طالبی چه شباهات کردن، شاید اینجا جایش نباشه. اما اگر ما بسیار کوتاه‌گک بگویم،
خواهمی یک مجموعه بودن که آوردن اما اشرف غنی را سر شانهای خود به حساب بلندش کردند و بالاخره پادشاه ساختن گویا و ما نتیجهش را دیدیم. از به او خاطر است که هیچ وقت یک مجموعه از تاریخ نمی‌آموزند و این تکرار شده میره. نکته ای را که شما گفتن دقیقاً جناب عظیم به مو خاطر همه از وقتی که ما با در فاریاب گپ زدم، در سرپل گپ زدم، در پنجشیر و بدخشان اینها هیچ صلاحیت ندارن. مثلا اگر ما بیایم از فاریاب برای شما بگویم، امیال هزاران طالب بچه بومی که در اوج می جنگیدن زیر نام شریعت اسلامی روانه ایران هستند، چون در اوج یا برشان پرونده میزد یا کشته میشن و یا کار ندارن. اگر ما بیایم در پنجشیر شما میبینید یک قصایش که خانه بدوش بیخیال خانه نشین شده و اگر شما این قصه را بیاین در بدخشان برش نگاه بکنین، پس به او خاطر است که خب تاریخ برای ما درس میده. وقتی که ما خودمون نمی‌آموزیم چی مشکل داره؟ وقتی که اشرف غنی در 2009 میگه که مارشال دوستم که او زمان جنرال دوستم بود قصاب از در مصاحبهش و بعدش میری دستش بالا میکنی، خب این مشکل اشرف غنی نیست، مشکل خودت است دیگه. پس به او خاطر از جناب عظیم من فکر میکنم که این قصه ها در تاریخ افغانستان تکرار شده و تکرار میشه. هیچ وقت از اشرف غنی و از احمد و محمود اینها نباید کسی گله بکنه. بیاین سر در گریبان خود یک بار بیارین، شاید اینجا جایش نباشه که ما بیایم یاد بکنم. مگر در این مزار و در این فاریاب هر روز قماندان جنگی جمعیت و جنبش نبود؟ وحدت هم در بعضی حالت‌ها در سر جایش بود. خب آوردن شما زمین را مساعد ساختن به طالب، شما آوردن زمین را مساعد ساختن که ایوبی در 2008 با عنوان شاید اولین های ازبک تبارا باشه که آمد مدرسه‌ای شد و بالاخره آمد به یک کسی تبدیل شد. حال من خدمت شما بازم تاکید میکنم جناب عظیم که نه او آدمی که در پنجشیر است، نه او آدمی که در تخار خلسلا شد، نه ای آدمی که در زابل روان شد و فعلا در فاریاب قصه نداره. هیچ کدام از این کوچکترین صلاحیت، کوچکترین تاثیرگذاری بر ساختار طالبی نداره. جغرافیا و مردم را که من بلد هستم، طالب همه چیز را در اختیار خود گرفته و یک بار دیگه تاکید میکنم طالب بسیار کار نیک انجام میده. اینها را از این بیشتر باید ذلیل بسازه. بله بسیار تشکر آقای شیرزاد. اما آقای رحیمی، فرصت چون بر شما کمتر گذاشته شد، من فرصت بیشتر بر شما میتونم که دیرتر هم به برنامه وصل شدین. طالبا همیشه میگن حکومت ما همه شمول است، ولی عالم تعریفی که طالبا از حکومت همه شمول داشتن رفته از امی بین افراد را حذف میکنن و کم میکنن. فکر میکنین تصامیم سیاسی است که طالبا میگیرن یا نه ریشه عمیق‌تر داره، موضوعات دیگه است که طالبا میخواین که اون موضوعات را در قد از امور ریشه بخشکنن؟ خب بله، اشاره کردیم که حکومت طالبان همه شمول هست، اما همه شمول از اراذل و اوباش و تمام گروه‌های افراطی و بنیادگرایی که سوداهای بسیار خطرناک برای افغانستان و برای منطقه دارند. با این وصف من پیشتر اشاره کردم که ریشه منازعه در افغانستان ریشه قومی هست. از این منظر طالبان درست است من حیث یک ایدئولوژی در افغانستان خودشون رو معرفی میکنن، اما پشت ایدئولوژی یک ساختار بسیار متسلب قبیله‌ای و قومی نهفته است که موتور محرک و دینامیزم حرکت دهنده طالبان بوده، هم در دهه 90 هم در حال حاضر. اما یکی برخی از در واقع جوانای ایدئولوژیک تاجیک یا ازبک یا حتی هزاره به این جریان میپیوندند به دلیلی است که اونها یا متوجه مسائل کلان کشور نیستند یا اینکه به خاطر مسائل شخصی یا مجبوریت‌های خود رو در واقع بس کردن به جریان طالب. اما واقعیتی است که جریان طالب با توجه به عقبه قومی و نگاهی که به آینده افغانستان داره جایگاهی بر از ما قائل نیست. طبیعتاً نقشی که اینها دارن نقش بیشتر نمایشی هستش. اما از جانب دیگر مسئله هستش که اگر ما به منازعه شمال و جنوب افغانستان نه من حیث یک منازعه داخلی، به یک منازعه منطقه‌ای که در او کشورهای منطقه هم دخیل هستند، قدرت‌های فرامنطقه هم دخیل هستند نگاه بکنیم، طالبان تلاش می‌کنند که از طریق سیاست‌هایی که در طول 3 سال گذشته روی دست گرفتن به شمول جابجایی قومی، کوچه اجباری، از بین بردن یا به حاشیه راندن برخی از مخالفین خودشان رو به مرزهای شمالی برسانند و مستقیما با کشورهای آسیای میانه و برخی از در واقع کشورهایی که در آنجا منافع دارن وصل بکنند. به خاطر اینکه اگر شمال افغانستان در چارچوب نظری که قبلا اشاره کردم من حیث یک پایگاه برای بنیادگرایی مثل داعش یا القاعده قرار بگیره،
خصوصا داعش که ظاهرا یک تهدیدی برای طالبان محسوب میشه، میتونه برای طالبان خطر جدی برای تضعیف پایه‌های حکومتشان باشه و دلیل هم اونها مجبورن که استراتژی رو پیش بگیرن، علیرغم از اینکه میفهمن که این باعث میشه که گروه‌های قومی دیگه به شمول ازبک‌ها، تاجیک‌ها یا هزارها در واقع امیدشان را در حکومت طالبان از دست بده. اما همینطور که پیشتر اشاره شد خیلی برای طالبان این مهم نیست، به خاطر از اینکه احساس میکنن که ما توانستیم با توجه به او فرمان ایدئولوژیک و در واقع ساختار قومی قبیله‌ای که داریم تسلط خود بر افغانستان تثبیت بکنیم. اما این بر ماست که اجازه بدین یک پرسش کوتاه اینجا داشته باشم. حالا درست است که برای فعلا بر طالبان این مهم نیست، ولی افراد مثل آقای ایوبی که یک عالم جنگجو داشته و اینا هم بر اساس اطلاعات کسی این جنگجویان از زابل آمدن به کابل و از کابل قرار است که برن به فاریاب، فکر میکنین در آینده نمیتونه این پتانسیل را نداره که تبدیل به دردسر ولو کوچک بر طالبان شود؟ دردسر وقتی میشه در افغانستان که یک عقبه بیرونی پیدا بکنه. عقبه بیرونی منظور کشورهای منطقه است که اونها احساس بکنن که حکومت طالبان میتونه خطر جدی برای امنیت و ثبات اونها باشه. اونم آقای تایان گفتن که ظاهرا دیگه اون عقبه بیرونی هم نیست. ببینید میتونه شکل بگیره به خاطر مسئله سیاست آبی که طالبان در مورد آمودریا دارن، این طرف در مورد هیرمند دارن، اون طرف در مورد معادن و منابع افغانستان دارن. نگرانی‌هایی برای کشورهای آسیایی میانه برای ایران به وجود آوردن. اما مسئله هستش که و دومی که همه کشورها تا زمانی که ازبک‌ها، تا زمانی که تاجیک‌ها، تا زمانی که هزارها در ساختار قدرت طالبان نقش نداشته باشند اطمینان پیدا نخواهند کرد از حکومت در واقع ایدئولوژیک طالبان. و دلیل هم این منازعه امروز و دیروز نیست، یک منازعه دوامدار است. تا زمانی که در داخل افغانستان هر حکومتی که سرکار میشه و هر ایدئولوژی که میخواد باشه فرمول یا ساختاری به وجود بیاره که همه گروه‌های انسانی داخل افغانستان احساس اطمینان بکنن به هم دیگه، احساس اعتماد بکنن و بحران در هویت ملی حل بشه. اگر این اطمینان به وجود نیاید طالبان هم رژیمی نیستن که دوام داشته باشن، یعنی اونها هم بستگی به شرایط منطقه‌ای و شرایط داخلی امکان بی‌ثباتیشان وجود داره. مسئله نیست که آقای صلاح الدین ایوبی باشه با 20000 یا 10000 یا 2000 نیروی خودش. مسئله این است که اگر فهم گروه‌های انسانی در شمال افغانستان، تاجیک‌ها، ازبک‌ها، هزارها هم بره که طالبان در واقع می‌خواد که ریشه‌های هویت اونها را نابود بکنه، من فکر می‌کنم که این میتونه یک خطر جدی برای طالبان بشه. اما گپی هستش که فعلا کوشش ایدئولوژیک یک خماری را، یک در واقع خلسه‌ای را برای مردم افغانستان که متأسفانه یک جامعه سنتی است به وجود آوردن که کماکان خود دل خود به او خوش می‌کنن. اما در چند سال آینده مشخص خواهد شد که منازعه کماکان یک منازعه قومی است و گروه‌های قومی در داخل افغانستان باید به این مسئله جدی‌تر نگاه کنند. بسیار تشکر. آقای تنج، آقای ایوبی اولین مقام طالبان است. اگر ما اشتباه میکردم همکارای عزیز میشه مرا اصلاح بکنین. اولین مقام طالبان است که به گونه رسمی نامه استعفای خود را به ملا هیبت الله پیش میکنه. حالا فرض را به این بگیریم که این استعفا قبول نشد، آقای ایوبی چی کار میکنه؟ توانایی زیر داره که سرپیچی بکنه از امر ملا هیبت الله و او طرف او استعفاش را قبول نکنه و دیگه هم حاضر نباشه آقای ایوبی که برای کار نکنه و یا دوباره برگرده به زابل؟ برای صحبت جناب شیرزاد صاحب مکس بکنم. ببینید در افغانستان پیش از سقوط جمهوریت یک قانون بود، قانون اساسی که در 5 سال یک بار انتخابات میشد و یک کسی به ریاست جمهوری کاندید میشد، انتخاب میشد، رئیس جمهور افغانستان میشد. زمانی که ما در دور دوم که کرزی بر ما بسیار نامردی ناجوانی کرد، به تعهداتش پابندی نکرد، با وجودی که رای تمام ترکتبارا اکثریتشان حداقل اکثریت تقریبا 90%شان گرفت ولی عهد شکنی کرد. ما گفتیم که این دفعه با دکتر صاحب عبدالله میریم، اگر معاونیت اول شد معاونیت دوم را ما قبول داشتیم، ولی در شکلگیری تیمشان تیم شکل دادن. نزدیک ثبت نام انتخابات یک سوال صبح استاد به شیرپور آمد گفت که جناب جنرال صاحب ما تصمیم خود گرفتیم، مال وزارت ها مانده، اگر خودت چی رقم؟ گفت که رئیس جمهور دکتر عبدالله میشه و احمد خان چی است معاون اول، چی محقق معاون دو. ما جناب صاحب مارشال صاحب گفتن که درست تصمیم تان گرفتیم، ما یکی از معاونیت به اساس رأی خود مردم ما چی را داده بود، اجازه را داده بود، غیر از معاونیت ما با وزارت اکتفا نمیکنیم. بعد از تیم اشرف غنی شکل گرفت، چطور شکل گرفت؟ ما این گپی را که می‌زنیم آقای تنج این موضوع اگر کوتاه اشاره بکنین چون دیگه گذشته که گذشت. شما به شانه خودتان آوردید. زلمه خلیلزاد
علی احمد جلالی، خود کرزی رئیس جمهور است، شاهد است، این ارشیوست زنده هم است. اینا آمدن که گفتن که جناب جنرال صاحب با کدام ما کار کرده بتانیم، ما خود چنا چی کاندید نبود، کرزی کاندید نبود و هم نماینده امریکا بود، غنی دیگه فاروق وردک بود، زلمه رسول بود، حنیف اتمر بود، خود غنی بود و در چیره مطرح ترازاول و پشتون دیگه شیرپور دیگه تقریبا کوچه چقر شده بود. هر روز می آمدن و می رفتن ماشا صاحب سر کدام ما دست کش میکنیم. باز جناب صاحب گفت معاونت اول را قبول داشته باشین، من امرتان مینم، ولی من به خودی صلاحیت نمیتونم که برای پشتونا تعیین تکلیف بکنم که شما کدام شخصیت رئیس شو. بریم گفت اون رئیس جمهور است، بشینین هر کسی را که شما توافق کردین باز اینا غنی را خودشان پیشکش کردن. این گناه ما نیست که خودم ما ریاست جمهوری کاندید نمیشیم. اونجا قانون اساسی گفته که یک رئیس جمهور، ما چی میفهمیم که دل از اینا قدر پلید هستن. این یک متاسف است. ما آمدیم سر موضوع قاری صلاح الدین. ببینید قاری صلاح الدین بسیار با هوشیاری و زیرکی استعفانامه را نوشته کرده. خب یعنی خود را مظلوم واقع کرده. گفته امارات را گفته که ما میخواستم وظیفات نشان بدم، اگر قبول نکنه اول خب هنوز قضاوت پیش است. شاید امیر غایب اگر دلش شوه یگان پست بسیار خوب را برای قاری صاحب پیشکش بکنه، من فکر کنم یک نفر از سوراخ دو بار گزیده نمیشه. فکر نکنم قاری صلاح الدین در چوکیگاه قانی شوه. اینجا موضوع چوکی نیست، موضوع هویت، موضوع حق قوم است. ببینید قاری صلاح الدین برای خود را کسر شأن یا به حساب غرور شکسته امیر میایه در شمال افغانستان در خانه قاری صلاح الدین میایه، مثلا فاریاب میایه، قاری صلاح الدین خبر میاد. قاری صلاح الدین که 20 سال جهاد کرده و 30 سال هم به این نظام به حساب جگر به دندان کرده، برای مردم خود گفته نمیتونه که این امیر صاحب آمد امروز صاحب در میمنه هیچ که نشد خوش شوم، یعنی یک دونه مدرسه براتون جور میکنه، یعنی یک دونه مسجد براتون، دیگه چیز خو اینا چی ندارن. خیر بگویم که کدام پروژه، کدام موضوع جلوگیری از فقر و جلوگیری از اینمی موضوعات مشکلات روزگار و گپار هم نیست. بنابراین امروز ببخشید قاری صلاح الدین در موقفی قرار گرفته که یا چالش کنه با اینا، دیل بکنه، بگه که برادر اگه امارات ما را میخوای، حنفی هم باید کنارش ایستاد، فصیح‌الدین هم عالم مخدوم عالم هم بگه که برادر منایس یک طرف ما را میشناسی نمیشناسی زورش هم نمیکشی، خدا تحریکات نمیگیم. جنگ در مقابل طالب با انفرادی نتیجه نمیده، یک چیزی باید عمومی بوده باشه. قاری صلاح الدین به خاطر منفعت دیگران حداقل قوم خود میفهم که قربانی نمیکنه. بسیار تشکر آقای شیرزاد. مطمئن هستم تبصره دارین در مورد حرفای آقای تنجون. تبصره را میشنویم، ولی در ادامه از میخوایم سوال هم از حالا مطرح بکنم. فکر میکنین که به یک نوع آقای ایوبی قهر کرده به اصطلاح عامیانه و اگر امتیاز بهتر و بیشتر برش داده شود دوباره برمیگرده؟ تو اگر بگویم بسیار زود و او هم به پایا به شکل سادگیش نیست، بسیار دوان به خاطر از اینکه این استعفای اولش نیست، استعفای چهارمش است و شما میفهمین چیزی را که من میگم با سند گپ میزنم. نکته اجازه بدین که من چند مورد هم اشاره کنم با همه احترامی که به جناب تاینج دارم. من به گذشته هیچ وقت مراجعه نمیکنم. اگر یک شوخی بکنم، شما یک بار نه که 10 بار از یک سوراخ گزیده شدن جناب تاینج. و به اضافه از که گویا دکتر نجیب با شما نامردی کرد، مثلا کرزی با شما نامردی کرد، غنی با شما نامردی کرد و فلانی با شما. در خالی سیاست امر اخلاقی نیست جناب تاینج. خو حداقل به مارشال صاحب دوستان به عنوان بزرگتان یک مشوره بدین که به عنوان یک امر سیاسی و مسائل برخورد میکردن که امروز با اونو قصا پیش نمی آمد که با زیاد عمیق نمیرم که شاید این بحث خوب نباشه در موردش گپ بزنم. نکته دوم، گفتن یک بار دیگه جناب تاینج که والا توهین شدن و مثلا تحقیر شدن قاری صلاح الدین از آدرس قوم خود گپ میزنه. کدام قوم جناب تاینج؟ کدام قوم؟ مگر همیز صلاح الدین ایوبی همین مجموعه طالب را که شما امروز میگن مثلا مربوط به فلان قوم است اینا است، مگر سر خانه های فاریابیا همین آدم نبرد از 2008 به این طرف؟ این لطفا کمک سیاسی فکر کنه، از زاویه بزرگتر برش ببینه. من بازم تاکید میکنم جناب تاینج خودت میفهمی که من اطلاعات را که از اون منطقه میگم دارم. وقتی که مخدوم عالم جناب عظیم گویا و مشاجره که صورت گرفت سر مسئله همون پسر بچه حاجی عبدالرؤوف در شمال و جنجالی که پیش آمد، یک کسی به من گفت که والا این بار قضیه بسیار فرق میکنه، یه آدم بسیار قدرتمند است فلان است. من جناب فلانی همین میخوام ساختار بافت اجتماعی همین جامعه رو من میفهمم اون محله. اینم یک اصطلاح یا یک چاکلت که برش نشان میده دوان میره، به اون شکل هم شد که روانش کردن غزنی.
بیاین پیش خود یک دفعه محاسبه بکنیم. غزنین گفته مردم ها جایی است بر اساس او فکر و گپی که ما مثلا فاتح شمال هستیم فلان هستیم روانش کرده، هیچ گونه صلاحیت و قصه نداره. پس به او خاطر است به عنوان جنبندی بخش سوالتون جناب عظیم، ما بازم تاکید میکنم من موافق نیستم که اینا گویا بخواین امارت طالبی را به چالش بکشن. منیفست ها، دیدگاه ها، مسائل پیچیده منطقه‌ای ممکن در دراز مدت به عنوان یک چالش تبدیل شه، ولی اینها اونمو غلام بچه‌هایی هستن که باز یک چند نفر گارد که برش داد، یک چند بازو خانه فاری که کمک رنگ روغنش شد و تعداد زنهایش که حال 3 از 4 شد، هیچ مشکلی پیش نمیاد جناب عظیم، هیچ مشکلی. شما شاهد باشن که اگر دوام پس امی آدم ها باز مصاحبه نکرد و نگفت که او استعفای من جعلی بوده، آدم های من که در مورد ما گفت زدن مغرض امارت هستن، با شما بیاین بگین تو هیچ چیزی نمیفهمی. بسیار تشکر. آقای رحیمی، حالا فکر میکنین این کنار رفتن یا هر نام را که شما میمونین چه پیام میتونه برای دیگه فرماندهان غیر پشتون طالب ها داشته باشه؟ چی هشدار است برای اونا؟ بسیار واضح هست. من پیشتر اشاره کردم اونها باید رو درک بکنن که منازعه افغانستان یک منازعه ریشه دار هست که با ایدئولوژی هایی که گفتیم به نام طالبی یا به نام جمهوریت یا به نام خلقی و پرچمیت با اینا قابل حل نیستن. ما باید به خودآگاهی جمعی برسیم یا باید میرسیدیم. حالا هم نمیخوام بگم دیر شده، ولی که واقعا هزینه هایش مردم افغانستان دارن میپردازن که افغانستان من حیث جغرافیای خاص در منطقه با پیچیدگی‌های مواجه است که آدم‌های متناسب با او را می‌خواهیم. متأسفانه در شمال افغانستان همچین آدمی را نداشتیم. به جز در تاریخ ما معدود آدم‌های مثل آقای مسعود، مثل آقای مزاری را داشتیم که به این مسئله فکر می‌کردن. بعد از او متأسفانه این نگاه وجود نداشت در گروه‌های قومی غیر پشتون در افغانستان و این کشاندن اینها به دنبال فلان نامزد ریاست جمهوری در دوران جمهوریت یا به دنبال ملای مغایب یا ملای رفیقات در دوران فعلی نشان دهنده همون ضعف فکری و اندیشوی در واقع مجموعه فرماندهانی هستند که یا منافع شخصی خود ترجیح میدن یا اینکه متأسفانه آگاه هستند. همون خاطر هم افغانستان مسئلهش حل نمیشه تا زمانی که ما یک نگاه ریشه‌ای به منازعه در افغانستان داشته باشیم و فکری بر از او بکنیم. طالبان هم میدانند که این اقداماتی که انجام میدن فعلا در افغانستان اینها فقط میدانه به صورت موقت اونها را تا یک زمانی که مسائل منطقه‌ای به یک سمت کشیده شود حفظ بکنه، اما در دراز مدت این معادله‌ای برای حل بحران افغانستان اینها در روی دست ندارن. صرفاً با زور یا با استبداد میتونن در یک مدت حکومت بکنن، شاید هم برای حتی 20 سال 30 سال 50 سال، اما مسئله را حل نمیکنن، بلکه این آتش زیر خاکستر میمونه تا زمانی که دوباره سر کنه. بسیار تشکر آقای رحیمی. آقای تنج بسیار کوتاه لطفاً مستقیم اگر پرسش مرا پاسخ بدین. از تعهد شکنی ها گفتین هم در زمان جمهوریت و حالا در امارت طالبانی، فکر میکنیم قوم های ازبک چیز را آموختن از این تعهد شکنی ها، از این گزیده شدن چندین بار از یک سوراخ؟ ببینین حالا یک چیز را بگویم شاید کوتاه آقای تنج، چون فرصت برنامه حدود 30 یا 40 ثانیه فرصت داریم. حکومت‌ها شمال چرا میشه؟ نجیب چرا سقوط کرد؟ به ما که تعهد شکنی کرد چرا سقوط کرد؟ موضوعش مشخص است. امروز هم اونمود استراتژی که نجیب تطبیق میکرد، جمعه سکر روان کرده بود، مارشال صاحب را خل صلاح کرده بود یا توطئه جور کرد به خوست برای کشته شود. همین گپ را طالب کرده میره و نتیجه از این میبینه دیر یاد. من نمیگم که امشب زلزله میشه، یک هفته بعد، در روز بعد، یک ماه بعد طالب پس میشه. نه، موضوعاتی هست که در ذهنیت مردم خصوصا در بدنه طالبان، قاری صلاح الدین را من از نقطه نظر فکری قطعا مخالفش هستم، ولی از نقطه نظر یکی آدم عادی طالب نیست، یکی از افراد تشکر آقای تینج، آقای شیرزاد و آقای رحیمی. سپاسگزار هستم از حضورتان و از تحلیلتان در برنامه. همچنان سپاس از همراهی شما بینندگان عزیز. وقت بخیر.